اما مسئله اول العلم است. مسئله اول در اینجا چی است؟ علم است. مسئله اول آن است که واجباتی که بر هر مسلمان آموختن آن فرض است با واسطه علم. اعلم گفت بدون العلم برای اشاره علم است، بر معنای مخصوص است، یعنی علم در ادامه آن توضیح کرده می شود، بیان کرده می شود که این علم شناخت الله است و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام با دلیل است. پس علم وقتی که در متن‌های شریعت در نصوص شریعت می آید از قرآن و سنت ذکر می شود، مراد علم‌های شرعی است، نه علم‌های دنیوی. اولا شناخت الله، یعنی شناخت الله با قلب، شناختی که طلب میکند قبول و اجرای آن را، اطاعت و فرمانبرداری و تسلیم شدن با فرمودهای او و حکمش. پس بنده پروردگار خود را با دو راه میشناسد: اعلام بدان با آیات‌های شرعی قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، آیه‌های کونی عالم این آفریده‌ها، نگریستن در آسمان‌ها و زمین، در آفتاب و ماه، چگونه که الله می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین نشانه‌هایی است برای کسانی که یقین دارند و در خود، یعنی که در خود نمی اندیشید یا اندیشه نمی‌کنید. سوره ذریات 21. سپس شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم این دومین رکن علم است. رکن اول شناخت پروردگار است، دومین رکن آموزش علم این رکن دوم شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و کلمه نبی یا از نبأ است، یعنی خبر دهنده، چون که الله می‌فرماید قالت من انبأك هذا. سوره تحریم گفت کی تو را بر این خبر داد. یا که در دیگر جای قرآن نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بر بندگان من خبر بده که من غفور و رحیم هستم. سوره حجر ده. و همچنین گفته شده است که نبی از نبوت گرفته شده است. نبی از نبوت یعنی بلندترین مقام را دارند، زیرا انبیا پیامبران بلندترین مقام را در میان آدمان دارند. آنها علامت و نشانه هدایت هستند بر مردم. پس شناخت رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم نه تنها دانستن نام اوست، بلکه اقرار و تسلیم شدن بر رسالتش می باشد. و معنای محمد رسول صلی الله علیه و سلم این است که تصدیق کردن، باور کردن به هر آن چیزی که او خبر داده است از امور گذشته، آینده و غیب، اطاعت نمودن از او صلی الله علیه و سلم، پیروی از هر امری که فرموده است با اجرای احکام که آورده است، اجتناب دوری جستن، پرهیزی از هر چیزی که من کرده است و زجر سرزنش و هشدار داده است و قبول حکم، اگر او در حکم در چیزی حکم کند آن را با دل جان پذیرفتن و ما الله را عبادت نکنیم مگر با شریعت او صلی الله علیه و سلم، قناعت و راضی بودن با آنچه که شریعت اسلام آورده است، با قناعت و با یگانگی الله سبحانه و تعالی او را عبادت نماییم. الله میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت و یسلموا تسلیما. نه، قسم به پروردگارت که می نیستند یا که مؤمن نمیشوند تا تو را در میان خود داور قرار بدهند، حکم قرار بدهند در هر آنچه که اختلاف میکنند. سپس بعد اینکه تو را داور و حاکم قرار دادن بین خودشان در هر مسئله، سپس دلهایشان هیچ تنگی قرار نگیرد در حکمی که تو کرده ای، در حکمی که الله صادر کرده است. در سوره نساء 65 و نیز همچنین فرماید الله سبحانه و تعالی در سوره نور 51 انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم. به درستی که گفتار مؤمنان چون به نزد الله سبحانه و تعالی و رسولش دعوت شوند تا میانشان حکم فراگیرد، حکم شود، تنها آن است که بگویند ان یقولوا سمعنا و اطعنا، اینی که بگویند ما شنیدیم و اطاعت کردیم، اولئک هم المفلحون، اینا هستند نجات یافتگان. و نیز الله میفرماید که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. بر حذر باشند، باید احتیاط کنند آنهایی که از امر او روی گردانند که مبادا بر آنها فتنه، آزمایش فرا رسد، درگیرد یا عذاب دردناک الله سبحانه و تعالی. سوره نور آیه 63. و امام احمد رحمه الله تعالی گفتن که آیا میدونید فتنه چیست؟ در این قول الله سبحانه و تعالی گفتن که فتنه شرک است. شاید وقتی کسی از گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم رد کند، چیزی از کجروی در قلبش جای گیرد و در نتیجه هلاک بگردد، گفتن احمد رحمه الله تعالی. پس فتنه در این آیه کریمه در اینجا به معنای آزمایش و گمراهی رو در نظر دارد و بدترین این گمراهی ها این شرک است. اگر انسان یک حدیث صحیح و قول ثابتی که از پیامبر ثابت شده است رد نماید، در حقیقت
که او امر الله را رد کرده است و مخالفتی نموده است. رد یک سخن رسول صلی الله علیه و میتواند صاحبش را از دایره اسلام خارج گرداند. رد یک سخن پیامبر صلی الله علیه و میتواند سبب کجی قلب گردد و چون اگر قلب کج شود انسان برای شرک و هلاکت و گمراهی بدعت می رود. برای همین در اینجا الله چی فرمود؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امره. پس باید برحذر باشند آنهایی که از فرموده او پیامبر صلی الله علیه و روی میگردانند، از امر او سرپیچی میکنند تا مبادا فتنه بر آنها برسد. ایوصیبهم فتنه ایوصیبهم عذاب علیم، یا که عذاب دردناک بر بالای سر اینها فرود آید. سوره نور آیت 53. امام احمد رحمه الله تعالی همین آیات رو دلیل آوردن که فتنه شرک و هلاکت است که این رد سخن پیامبر صلی الله علیه و از رد سخن پیامبر سرچشمه میگیرد. پس معرفت دین اسلام با دلیل ها، شناخت دین اسلام با دلیل ها. پس معرفت معناش ادراک علم و شناخت است. یعنی شخص دین اسلام را نه با تقلید بلکه با دلیل روشن از کتاب الله و سنت پیامبر پیگیری کند، نه با تقلید. پس دین رو در بر میگه یکم خضوع، فروتنی، اطاعت و تسلیم شدن با فرمان الله. دیم الذل، فروتنی و خاکساری در برابر فرمان الله و رسول الله. پس دین تنها یک نام نیست بلکه یک حالت، یک عمل است. اطاعت و فروتنی است. اما به معنای عمومی اگر ما اسلام رو بگیریم، کلمه اسلام به معنای عمومی عبادت و اخلاص برای الله است. تمام عبادت و اخلاص برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد بر هر آنچه که او سبحانه و تعالی شریعت قرار داده است. پس این از زمان اولین فرستاده شدگان، پیامبران اولین، رسولان اولین شروع میشه تا روز قیامت تا آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم. هر پیامبری که آمده است مردم را به همین اسلام دعوت کرده است، عبادت خالصانه برای الله. الله میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در میان هر امت رسول فرستاندیم که الله را عبادت نمایند، با این دعوت که الله را عبادت نمایند و از طاغوت دوری بجویند. سوره نحل آیه 36. یعنی همه پیامبران و همه پیروان پیامبران در زمان خود بر اسلام بودند. هرچند شریعت ها فرق داشتند اما اساس یک چیز بود، عبادت الله سبحانه و تعالی. الله تعالی میفرماید از زبان ابراهیم علیه السلام: ربنا وجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امه مسلمه لك. ای پروردگار ما را در دو نفر از مسلمانان خود قرار بده و من ذریتنا و از نسل ما یک امت مسلمان قرار بده که تو را عبادت نمایند. ابراهیم دیگه چی گفت؟ مسلمان ما را مسلمان قرار ده و امت ما را و ملت ما را مسلمان قرار بده. اسلام عام میگن این را. پس معلوم میشه که شریعت های همه پیامبران اسلام بود، اطاعت و تسلیم شدن مخصوص الله سبحانه و تعالی. اما اسلام به معنای مخصوص پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، معنای مخصوص اسلام نه تنها با آنچه که وابسته می شود زیر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم همه شریعت های قبلی را نسخ بکار کرد. از همین سبب است که هر کسی که محمد صلی الله علیه و سلم را پیروی کند مسلمان است و هر کسی که از او روی گردان شود و پیروی نکند وی مسلمان است. پس اسلام دو قسم است، اسلام عام است و اسلام خاص است. اسلام عام تمام پیامبرانی که در گذشته بودند دعوت به سوی اسلام کردند، پیروان آنها مسلمان بودند. اسلام خاص بعد بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم. الله میفرماید که ان دین عند الله الاسلام. البته که دین واقعی، دین حقیقی در نزد الله دین اسلام است. سوره آل عمران آیه 19. و الله میفرماید که و من یتبع غیر الاسلام دینا فلا یقبل من. اگر هر کس غیر اسلام دین دیگر را بپذیرد از او قبول کردن نمیشود و هو فی الاخره من الخاسرین. و او در آخرت از جمله زیانکاران و هلاک شدگان. سوره آل عمران آیه 85. پس اسلام به معنای عمومی عبادت به الله سبحانه و تعالی با آنچه که بر پیامبر در هر دور و زمانش شریعت قرار داده است. از آدم تا عیسی همه پیامبرانی حق بودن و پیروان آنها در حق و در اسلام بودند. اما اسلام به معنای مخصوص پس از رسالت محمد صلی الله علیه و سلم تنها با شریعت او وابسته است، با دین او وابسته است. با دین در آمدن تنها با ایمان آوردن با پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم امکان می شود. و دلیل ها از قرآن بر این معنی، بر اینکه همه انبیا دینهایشان یک است، اسلام است، زیاد است. اسلامی که از ابراهیم علیه السلام بود. یهودی و نصرانی ها هنگامی که دعوای اسلام کردند، الله بر آنها آیت نازل کرد: ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، نه مشرک بود، ولیکن کان حنیفا. ولیکن حنیف یک تو پرست بود، مسلمان بود، مسلمان. و ما کان من المشرکین، از جمله مشرکان نبود. دعای ابراهیم علیه السلام که از خواندیم: ربنا وجعلنا مسلمین. پروردگار ما را مسلمان قرار بده. دو نفر خودش با اسماعیل علیه السلام ما را مسلمان قرار بده و از ذریه ما را، نسل ما را مسلمان قرار بده. و وصیت یعقوب را اگر که ما گوش بدهیم، با پسران چی وصیت کرد پیش از مرگش، نزدیکی مرگش؟ گفت: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی.
آیا حاضر بودید وقتی که مرگ یعقوب نزدیک شد، به نزدیکی رسید، هنگامی که به پسران خود گفت ما تعبدون من بعد من شما چرا عبادت میکنید؟ قالوا نعبد الهک، ما اله تو را عبادت میکنیم و اله آبائک، و پروردگار پدران تو را ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، و نحن له مسلمون، که ما مسلمان هستیم. گفت بر آن ما اسلام آوردیم. اگر ما دعوت موسی علیه السلام را با فرزندان اسرائیل اگر که بشنویم، الله میفرماید که وقال موسی لقومه، موسی بر قوم گفت ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما واقعا بر الله ایمان آوردید، فعلیه توکلوا، بر او توکل نمایید، و ان کنتم مسلمین، اگر شما واقعا مسلمان باشید. موسی به قومش گفت. و اگر که ما قصه سلیمان رو نگاه نماییم، دعوت سلیمان رو نگاه نماییم، به قوم سبع، ملکه سبع نامه فرستاد، چی گفت؟ الا تعلوا علی و اتونی مسلمین، بر من سرکشی نکنید، بعد از من بیایید مسلمان باشید. تسلیم شدن. سوره نحل آیه 31. همه این آیات دلیل روشن است که تمام پیامبران در زمان خود آنها به سوی دین اسلام دعوت می‌نمودند. پس اصل دین یک است، شریعت ها گوناگون است. همه پیامبران دین داشتند که همان یک دین اسلام بود، تنها عبادت الله سبحانه و تعالی با توحید. پس تمام پیامبران انبیا در زمان خود همیشه مسلمان نامیده میشدند، همه‌شان مسلمان نامیده میشوند، هرچند شریعت ها فرق داشتند، اما اصل دین توحید و تسلیم شدن با فرمان الله سبحانه و تعالی بود. پس اسلام دین همه انبیا هست. تسلیم ملکه بلقیس، ملکه سبع، وقتی که برایش روشن شد، با اخلاص گفت قالت ربی انی ظلمت نفسی، گفت چگونه تسلیم شد این فرمانده، فرمانروا، این پادشاه با عقل و با فراست. ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار من نفس خود ظلم کردم. و اسلمت مع سلیمان، با همراهی سلیمان من مسلمان شدم، تسلیم شدم لله رب العالمین، از برای پروردگار عالمیان. یعنی این ملکه بزرگوار که دارای قدرت و قوت و حکمت داشت، از این الله سبحانه و تعالی حکایت می‌نماید در زمان سلیمان که هدایت رو پذیرفت، نه به مثل طاغوتان سرکشی که در این زمان بسیار سرپیچی می‌نمایند. پس اسلام دین عیسی علیه السلام است. می‌فرماید الله سبحانه و تعالی فلما احس عیسی من کفر، هنگامی که عیسی حسیت کفر را از آنها کرد، قال من انصار کی است نصرت دهنده من الی الله، بسوی الله سبحانه. قال حواریون کسانی که در اطراف او بودند چی گفتند؟ نحن انصار الله، ما نصرت دهنده الله هستیم. آمن بالله، بر الله ایمان آوردید. و اشهد بان مسلمون، و شهادتی بده ای عیسی که ما مسلمان هستیم، گواه باش ما مسلمان هستیم. پس دین اسلام علیه السلام دین اسلام بود و پیروانش هم چیز همشان مسلمان بودند. حتی اسلام اقرار فرعون در لحظه مرگش، حتی فرعون که آنان که سرکش بودند، سرپیش بودند، طاغوتان بزرگترین طاغوت در تمام جهان، در تمام عالم هستی، از آدم تا روز قیامت بزرگترین طاغوت است، به اسلام اعتراف کرده میفرماید که حتی اذا ادرکه الغرق، حتی هنگامی که غرق شدن بر او درک کرد، غرق شدن را، قال آمنتو، گفته ایمان آوردم، آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، ایمان آوردم با آن الهی که بنو اسرائیل ایمان آوردم، و انا من المسلمین، گفت من از جمله مسلمانان هستم. در آخر وقتی که جان در غرغره رسید دیگر از آن پذیرفته نمیشود. پس بدونید که حتی دشمن سرسختی مثل فرعون در لحظه آخرین عمر سرفهم رفت که دین را موسی علیه السلام آورده از دین اسلام است. فرعون نگفت دینی به یهودیان، نگفت به نصرانیان، بلکه گفت من از مسلمانانم. بلقیس یک پادشاه بزرگ، صاحب منصب و صاحب معرفت، با سلیمان اسلام آورد. حواریین عیسی با عیسی اسلام آوردن. پس همه این دلیل نشون می‌دهد که اسلام همیشه دین حق بود، دین همه انبیا و پیروان آنها بودند، خود را مسلمان می‌دونستند، هرچند شریعت‌های آنها گوناگون بود. بالادله، گفت درجه معلق، با دلیل‌ها، بالادله، همراه با دلیل‌ها، با دلیل‌هایی که شناخته می‌شوند، پیدا شده‌اند. یعنی که سبب حاصل شدن این شناخت این دلیل‌ها بود که تو شناختی. پس علم آن است که شناخت الله با دلیل‌ها، شناخت پیامبر با دلیل‌ها و شناخت دین اسلام با دلیل‌ها باشد. پس معنای دلیل چی است؟ دلیل چیزی است که راهنمایی می‌کند، بچه‌ای که بر تو به مطلوبت می‌رساند. و دلیل دو نوع است. دلیل نقلی هست، سمعی میگویند، سمعی یعنی که نصوص قرآن و سنت ما تنها توسط آنها میتوانیم سه اصل بزرگ رو بشناسیم: شناخت پروردگار، شناخت پیامبر، شناخت دین اسلام با دلیل‌ها، و آرام بگیریم. پس محدود کردن این شناخت با دلیل‌های شرعی است. برای چی؟ برای بیان کردن اهل هوا و هوس، چون در این مورد، در این میان اهل هوا و هوس هم وجود دارد که هواپرست هستند. آنها ادعا میکنند که این معرفت، این شناسایی ممکن است با راه‌های ناپوره و نادرست به دست آورده شود، مثل با منطق، بر عقل، با الهام، مثل صوفی‌ها، با تکیه با امام‌های معصوم مثل شیعه‌ها یا که صوفی‌ها، و درسته که این گمراهی می‌آورد. پس این معرفت تنها با کتاب الله و
سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بررسی می‌گردد. پس دلیل‌های عقلی با اندیشه کردن، با تأمل ثابت می‌شود. عقل سالم، عقل صحیح، عقل درست هیچ وقت نقل صحیح را مخالفت نمی‌کند. یعنی قرآن و سنت مخالفت نمی‌نماید. پس هر عقلی که قرآن و سنت مخالفت نمی‌کند، پس وای عقلش ناکامل است، ناعقل است، بی عقل است. چون عقل سالم، عقل صحیح همیشه با قرآن و سنت موافقتی است. موافقت می‌نماید. آن را ضدیتی نمی‌کند. پس طلب علم این عبادت است. فهمیدن و آموختن علم این یکی از نیکوترین قسم‌های عبادت است، مثل نماز و روزه. پس این طلب علم باید با دو شرط استوار گردد. شرط اول با اخلاص باشد. اگر اخلاص از بین رفت، عمل انسان حبطه میگردد. اخلاص از برای الله، یعنی هیچ مقصد دنیوی نداشته باشد در میان، نه برای مال و منصب، نه برای مباحثه و رد کردن آدمان بخیرد، نه برای منفعت شخصی. برعکس مقصد باید تنها رضای الله سبحانه و تعالی و جستجوی نور باشد. این اول است. شرط دوم پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی علم را از چیزهای طلب نمیکند که بیرون از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، بیرون از قرآن و سنت باشد. زیرا علم با نوعیتش، با نوعش و با اصلش حساب کرده می شود، نه با کمی و بسیاریش. علم اساسی این قرآن و سنت است. اگر هر کس که علم قرآن و سنت را از خود کرد، دیگر هر علمی را از بر میکند. علمی که از پیامبر میراث مانده است، علمی است که دنیا و آخرت انسان را روشن میکند. کتاب الله یک کتاب است، سنت پیامبر یک چند کتاب است، اما مثل گوهر است که با دل در دل داخل می شود، دل مرده را زنده می گرداند. ولی انبار دانش‌ها، کتابخانه‌هایی که در آنجا میلیون‌ها و میلیاردها کتاب ها است که ریشه آن از وحی الهی نیست، برای انسان مانند یک کوه سنگین قرار میگیرد و دل انسان را تاریک میکند. پس علم نور و هدایت است که تنها با دلیل‌های قرآن و سنت و اندیشه‌های سالم، فطرت سلیم صاف به دست می آید. پس طلب علم یکی از نیکوترین و سزاوارترین عبادت‌های است که با اخلاص و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پذیرفته می شود. بر این نیاز داریم. پس علم با دلیل علم گفته می شود، علم به دلیل این گمراهی است. علم با اخلاص عبادت گفته می شود و علم با اخلاص این حسرت است. بارک الله فیکم. پس این از دلیل مسئله اول، العلم، که آن معرفت الله، شناخت الله و شناخت پیامبر و شناخت دین اسلام با دلیل هاست که هر یک این قسمت را باز ان شاء الله که ما برای شمایان در وقتش بیان خواهیم کرد باذن الله تعالی.